بعد این مقطع صنف دهمی وقتی دو هفته خواندم گفتم شفیار میشم. خواندم پروا گرفتم ارمیا رفتم. ارمیادم 6 ماه در آهنگری کار کردم. خدمت تمام شد آمدیم. یک جا رفتم و 3 ماه شفیار کار کردم. هیچ معقول نشد. من گفتم این کسب منه، با هم کسب آهنگری کسب ما. با اومده با هم دوام دادستیم. این کسب ما بابام پدر موندگی ما خوردی وقتی سین مکتب خونی این کسب می آموختم. خود هم دکانایی که کسی که کار نمیکرد چی نمیکرد آساسته ساز کرده استم. این هنر گم نمیشه آهنگری. این آهنگری قدیم موندگی هم وقتی قدیم هم به آهنگر نمیشده. منم میخوام قشلاق در رفته کار کنم. واسه همه چی از جنوب اولی آزاد کرده که نلو چیزای هم تا 3 ساله. کسانی که دکانشون کار نمیکرد ویران بود خواب بود واسه همین رو گرفته ساز کرده دوام داده استن. همین زندگیشون پیش رفته است. واسه من بسیار دیده استم که کار کرده استن همین. اگر همش سوری هم یا تور 1 ساعت زیادتر ده 1.5 ساعت یک تور تیار میشه. تا 20-25 کس هم میبیه یک روز ده. که 10 روز 10 کس هر خیل ده. دهخان به آهنگر نمیتونه. کار دهخانی فقط باید آهنگر باشه. این گم نمیشه آهنگری.